خب بریم برای درست کردن این شنیون خیلی خوشگل اروپایی که خیلی هم ساده است. موهای مشتری من صاف بود، فقط اومدم کناره های قسمت جلوی گوش و جلوی سر رو یه مقدار کرلیش کردم که موج داشته باشه. همینطور که میبینید یه قسمت بالای سر مو رو بر میدارم که بهش فوکل میگن. حالا قسمت بالای سر رو بر میدارم، زیرش رو پوش میدم و صافش میکنم. از پایین یه پوش خیلی کم میدم که روشم صاف میکنم و یه ذره لایه ازش میکشم بیرون و بالا فیکسش میکنم. بعد میتونید تمیزکاری بکنیم و به لایه ها تافت بزنید که نخوابن. بعد میام قسمت پایینش رو برمیدارم و یک کش میبندم. کلا مو رو با 2 تا کش میبندم، قسمت وسط مو رو، با کناره هاش کاری ندارم. یه دونه هم از پایین. قسمت پایین مورم با یک کش میبندم. من اینجا مرتب بچه‌ها شنیون رو نبستم چون میخواستم سریع انجامش بدم. دیگه با شونه مرتب جداش نکردم، همینجوری بستم. مهم نیست، فقط باید تقسیم بندی حجم موتون درست باشه. لایه کناری مو رو یه دسته بر میدارم. براش بچه این قسمتی که گذاشتم جلوی مو کنار گذاشتم برای دیزاین آخر موه. یه قسمت بر میدارم. حتما باید شونه کشی کنید، تاف بزن شونه کشی کنید که وز مو بخوابه. من برای مدلم ویو انجام ندادم، موهاشم صاف بود، یعنی ویو نیاز نبود. اگه موی مشتری شما کم پشت، کم حجمه و یا لخته و نمیتونید فرم بدین بهش، میتونین که خیلی کم ویوش کنید. برای هر لایه‌ای که برمیدارم یه دسته جدا میکنم میذارم کنار برای دیزاینش. قبل از اینکه سر جا مو رو فیکس کنم یه ذره پشت مو رو پوش میدم و شونه کشی میکنم که وز مو بخوابه. میتونید اگه دوست دارید خطیاشو بیشتر بیرون بکشید یا کلا بیرون نکشید. من توی این مدل خیلی کم بیرون کشیدم. قبل از اینکه مو رو فیکسش کنید، قبل از شونه کشی حتما روی مو کرم مو بزنید، تافت بزنید، بعد شونه کشی انجام بدید که کامل وز مو بخوابه. میتونید همینطوری که میبینید مثل من ازش لایه لایه خطی در بیارید، خطی های نازک. این قسمت آخر رو همینطور که دیدید قسمت پایین کش مو فیکسش کردم، بالا نبردمش، چون این شنیونی که داریم درست میکنیم شنیون بالا نیستش. دوباره قسمت راست سر هم دقیقا مثل چپ سر انجامش میدیم. یه ذره زیر مو رو پوش میدم، خطیا رو در میارم، وزگیری انجام میدم و خطیا رو هم همینطور که میبینید تاف میزنم، با مو میکشم و این شکلی تمیز میشه. دوباره یه قسمت دیگه بر میدارم، تافت میزنم. وزگیری میکنم. موی مدل من بچه صاف بود، دیگه براشینگ و اینا نمیخواست. فقط قسمت جلوی مو رو با بلیس گذاشتم خیلی کم که یک خورده حالت داشته باشه. اگه موی مشتری شما فر بود حتما باید قبلش ویزگیری کنید با براشینگ که فر نباشه یا حالا ویز نباشه. میریم برای دیزاین مو. قبل از اینکه ما رو دونه دونه بیاری یه بار همینطور که میبینی تافت میزنم و شونه کشی انجام میدم. بعد دونه دونه
ما رو لایه لایه جدا میکنم، یا میتونید خیلی ریز جدا کنید یا مثل من همینطور که میبینید دسته جدا کنید و بیاین با مویی فیکسش کنید. اول با مویی دونه دونه فیکسش میکنم، میذارم هر جایی که دوست دارم. بعد آخر سر برای همه‌شون 2 سنجاق محکم میزنم دیگه جاشون محکم بشه. نیاین برای هر دونه‌ای که میبرین عقب یه دونه سنجاق بزرگ بزنید، اون موقع هم مشتری اذیت میشه با سنجاقای زیاد، هم سنجاق خیلی زیادی استفاده میکنید توی شینیونتون. 4 مویی گذاشتم اون بالا فقط برای اینکه جاشون رو مشخص کنم. بعد از اینکه جاشون رو مشخص کردیم و خوشتون اومد، برای همش 2 سنجاق استفاده کنید، یه دونه قسمت بالا یه دونه قسمت پایین. با مویی هدایت میکنم مو رو به هر جایی که دوست دارم. برای پشت کار من یه پروتز خیلی کوچیک میزنم که میخوام سنجاق بزنم دوباره اون سنجاقای قبلی اذیتم نکنه. قسمت پشتش خیلی آسونه بچه‌ها، مو باید حتما بلند باشه که بتونید این مدل رو راحت‌تر اجرا کنید. اگه موی مشتریتون کوتاه بود باز این مدل رو میشه اجرا کرد ولی یکم سخت‌تره. مو رو همینطور که میبینید میپیچم، شونه کشی میکنم، وزگیری میکنم و قبل از اینکه فیکسش کنم اول جاشو مشخص میکنم، بعد سنجاق مویی میزنم یا حالا سنجاق بزرگ میزنم، فرقی نمیکنه. اینم از انتهای کار. امیدوارم که از این شینیون خوشتون اومده باشه.